درود همدیگرانی عزیز. من بختیار شوهف، اینان برادری ما یک سال پیش نزد ما توبت آمده بودن. خدا سبب کرد مورا در یک کورس همی شفا یافت. ما بسیار شخص را دو کورس توبت میکنیم، بعضی سه کورس میکشه. خیلی بعضش میغلطه که اخلاص دارن، با خدا سخت باور دارن، همی خدا گفته که میآیند و با تیز شفا مییابند. یک برادرش پیش ما توبت گرفته بود. انا بعد خودش بیمار میشه و میخیزه میاد توبت. نه که پیش توبت اومدنش هر کس هر خی گپ چپا میگه نمیمونش پیش ما بیاد. نه که میره برادرش به توصیه میده که هیچ جونه را پیش بختیار بره. همون که از گارانتی که توبت میکنه تشخیص بر تشخیص تا میبینه میگه که شفا میشه یا نمیشه. خیلی نبوخشون گپ زنن. روز دیگه اگه بختیار ما در مسکو میخوام مزه گرفتگی بدم میخواد برگشتن نمیتونستن در اونجا دسته بدم. بعد دادرمون گفت که همینجا بیا. گفت یگان اونجا میشه یگان اوکرو که همین ایدوش که به همینجا رو بیا پیش یکی بختیار میبرم و هم یک کورس گرفتگی بود سوچیدگی بود و گردم بود. خدا را شکر و همین اصول اومدم خیلی گفتی گپ شما کم خیلی گپ چپ هم بسیار بود. دادرم گفت بیا یگان چه باور نکنم همون مثال شفای موراسیو میکردن نه دشمنان رقیبای موراسیو میکردن که نه اومدم. خدا با شکر منم یک کورس همین اصول گرفتگی بودم. نه مثال نهموشی دهمو پیش خدا رو شکر دیگه نه پوچه میکشه نه میان در میکنه. یگان همی بودم مسکو رفتم کارهای وزمی میکردم. نه 5-6 روز اومدم. خدا با شکر که یگان همو درد نیست. یگان همو تا حاضرم یک کورس گرفتگیم با این برادرام هم امسال همسایان یا رفیقان یارم بیچاره هم مزهشون نبود. گفت همین خیلی گفتم من خیلی من برکت چه یافتم دیدم مثال. خدا با شکر که الحمدلله همین رو گفتم که خیلی گفت شما که چون که شفا یافتند اینا با سه برادر دیگه شه سه هم قشلوق دیگه شه هم به مورد میشوند میگن توبت بریم که این کس میگه که هیچ نرین روز پیش بختیار برین نزد هوای توبت بگیرین شما شفا میوید. اینا سه کس اینا نشونشون که سه کس هم نزد ما اومدن با اخلاص اومدگی نه با باوری اومدگی. اینا شما شاهدین، اینا برادر شاهده. ما تماگرافیش را دیدم همینورا توبت کرده میشه و 100% همین تشخیص داشته باشن. ما ایرو تشخیص میبینم شفا همیشه که نمیشه. رحمت برای توجهتون، سلامت باشید.